سلام عرض می‌کنم خدمت شما دو بزرگوار و تمام هموطنان در سراسر دنیا. من در خدمتتون هستم. خیلی خوش اومدید. میدونستی من لبو دوست دارم گذاشتی کنار من؟ بله میشه جان. ولی قرمز اصلا با ماست. شما که استقلالی دید. خب برای همین میخورنش. میشه جان. این کیوسکی یعنی چی؟ کیوسکی یعنی معنی اصلش یعنی مرغ سرخ شده. رول مرغ با سبزیجات. مال کجاست این اسم؟ واسه کشورهای سمت اروپای شرقی، لهستان و روسیه است که یواش یواش توی کشور ایران هم رایج شد. رژیمی هم هست آقای والا اینا معمولا که رول که میکنن تو آب میپزن بعد سرخ میکنن. اونی که دوست داره رژیمی شه همون که میذارن بیشتر توی آب پز شه و بعد با سس هم چیز میکنن میل میکنن. عالی. که دیگه داخل روغن نمیره. مشابه این غذا حالا کیوسکی ما تو ایران چی داریم؟ والا هم خانواده های کیوسکی میشه مثل کردن بلو، سینه مرغ شکمپر و همین دو مورد دیگه. آها خیلی بریم مواد اولیه‌اش رو معرفی می‌کنی برامون خب مواد اولیه واسه کیوسکی 2 عدد سینه مرغ داریم اینجا. کره داریم 100 گرم، جعفری 2 قاشق غذاخوری، پنیر پیتزا نصف پیمانه، سیر 1 حبه، زعفران آب شده 1 قاشق مرباخوری، تخم مرغ 2 عدد، نمک و فلفل به میزان لازم، پودر سوخاری 1 پیمانه و روغن برای سرخ کردن. بسیار عالی. روغن؟ نه این روغنه. اون روغن. اینم روغن بله. نه اون اولیه. این نه این خامه پنیره. کره پنیر خامه‌ایه. پنیر پیتزا. پنیر پیتزا. برنده شده است. یه حالت زرد رنگی داره. آره. 2 تا پنیر با هم مخلوط کردیم که خب چه از کجا شروع می‌کنیم چه چیزایی رو باید با هم مخلوط کنیم؟ ما سینه مرغمون اول قبضه می‌کنیم. این برای من ظرف آوردی برای بله. آره من خودش همیشه به فکر من. خب اول سر سینه‌مون رو برمی‌داریم تا سینه مرغمون یه دست بشه. بعد سینه مرغمون رو قبضه می‌کنیم. بعد با شنیسل کوب صورت شنیسلی صافش می‌کنیم. دو طرفش رو قشنگ می‌کنیم تا یه دست شه. همین. بله. خب پنیر پیتزا داشتیم. جعفری من قبل شسته بودم. و کره. این پنیر پیتزای شبیه مغزه. آره اصلا یه حب زرد و با سفید قاطی کردیم این شکلی شده. بله دونو پنیره و نمک و فلفل. قشنگ با هم خوب وزن میدیم. جعفری هم زیاد احتیاج نیست که ریز بشه چون داخل مرغ میره. اینقدر دوست دارم اینجوری خورد میکنن. من خودم اگه بخوام کار کنم 4 تا انگشتم یه دونش باقی میمونه. اصلا بلد نیستم. سیر رو خورد نکردی یا پرویز جان؟ سیرم داخلش میخوام چیز کنم. بعد از که این مواد بذارم داخلش بذارم. همونطوری حبه‌ای می‌ذاریم نصف می‌کنم وسط چیز بذارم میشه. ما خوب ورز میدیم. بعد ما یه ذره زعفرون داشتیم اینجا. تمیز اون بندازونم. خب دو طرفش قشنگ آغشته می‌کنیم. بعد که دو طرفش قشنگ آغشته شد موادمون رو داخلش می‌ذاریم. اینجا سیر رو من 2 قسمت می‌کنم وسطش می‌ذاریم. پریشب بود حلوای شکلاتی بود. بله. حلوا ویفری. من گفتم ویفر حلوا. مجید جعفری اصلا پیداش نبود. حالا امشب که کیوسکی اومده اینجا اینجوری منتظر همونجوری نگاه میکنن. بعد از این مواد رو گذاشتیم قشنگ رولش میکنیم و با خلال دندون نگرش میداریم. بنده خدا هیچ وقت هم نمیاد امتحان کنه. بخاطر مواد بیرون نزنه خلال دندونش میذاریم اونجا. بعد آخرش درش میاریم دیگه. بعد از پخت. خب من آبو قبلا گذاشتم یه بخار افتاده توش خودت جوش شده. یه چند دقیقه میذاریم که این چون مواد سوخاری رو چیکار کردی بعد از اینکه از اون در میاری اینو در اومد با تخم مرغ سوخاری بدون داخل روغن. این چند لحظه بعد بمونه تا خوب بپزه. خب تا اونا درست بشه یه مقدار از این غذاها به ما بگو اینا چیه؟ خب اولش که سالاد مرغ اینجا این سالاد مرغه. بذار من اینو بلند کنم چون اون و پشت چیز اینجا دیده نمیشه. بذار اینو ببرم جلوتر بچه‌ها میخوان تصویرشو بگیرن. خانم هدیه‌لو ببین این سالاد مرغه. بله این چیه؟ چنگال سالاد کرفسه. یه چنگال غذای اصلی منم که اون وسط گذاشتم که کدوم اینه؟ این همینی که بله. بفرما. باشه. این همون تحچینه مرغ بله.
کباب کوبیده، جوجه کباب، بله. کباب کوبیده. آقا چه خبره؟ سینی سبزیجات. سینی سبزیجات اون خیلی خوبه، رژیمیه، پخته است. اینم کرفس دیگه. آره سالاد کرفس. ندیده بودم تا حالا سالاد کرفس. فکر کنم خیلی برای چربی سوزی خوبه و کسایی که میخوان غذای سبک هم استفاده میشه. بله. لاغر بشن از اون. ما حالا لای این مرغ هم ریش می‌کنیم می‌ریزیم. مثلا میشه یه غذای کامل و مفید. این شربت چیه؟ شربت آب پرتقاله. آب پرتقال. به 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 به. بعد این بغلش لیمو گذاشتی، میشه پرتقال هم حالا یه تزیین. بسیار عالی. خیلی خوب. پختون؟ نه یه خورده بعد دمو بکشید وقت می‌کنه. آقا این لبود من یه دونه برام من نمیتونم دیگه بیشتر. یه دفعه دیگه تا حالا این اتفاق بیفته مواد اولیه رو مرور بکنیم. برید چشم. سینه مرغ داشتیم 2 عدد، کره داشتیم 100 گرم، جعفری 2 قاشق، غذاخوری پنیر پیتزا نصف پیمانه، سیر 1 کپه، زعفرون 1 قاشق، تخم مرغ 2 عدد، نمک و فلفل به میزان لازم، پودر سرخ‌های داشتیم 1 پیمانه، روغن هم برای سرخ کردن. خب ما وقت داریم پخته شده شونیم 3 دقیقه وقت داریم. خب پخته شده اون در میاد و آب خیلی کم ریختیم. خیلی کم چون مقدار زیاد بریزیم تا قولته ورشه موادش میزنه بیرون. بعد بفرما که این سالاد مرغ رو موادی که الان تو این استفاده کردید مرغ، بعد فلفل سبز دلمه‌ایه، بله، جعفری دیگه، یه ذره سس مایونز، روغن کنجد، ماست و گوجه گیلاسی. به به به. اگر سرخ شده باشه یه برش هم بزنیم که دوستان از بیننده ببینن. البته اینجا ما داریم نمونه آماده شده قبلیشو داریم که حالا من اینو دوستان اگه بتونن تصویرشو بگیرن اینجا ما فکر کردم می‌خواین تست کنید. نه تست که می‌کنم حتما. ما تا حیف نیست از اون گرمه تست نکنیم، از اون داغی که تو روغن در اومده. یکی که داشتین سرخ می‌کردین کجا گذاشتین؟ اونو گذاشتم بغل چیز. اون یکم گرمه. تو رو خدا غذا رو با طمأنینه میل بفرمایید. دور هم آروم با آرامش. ما همیشه موقعی که میایم سر سفره میشینیم یادمون میاد که بعد از غذا کار داریم. این بده. به سرعت میدویم، تون غذا رو می‌خوریم و چقدر ضرر می‌زنیم به خودمون. خب آقای فهمید چند دقیقه توی ببرین که بچه‌ها بتونن بزنن. میذاریم اونجا. چند اصلا برش بزنید. چند دقیقه داخل یه ظرف میذاریم تو روغنش قشنگ بره. تو کاغذ گذاشتم. بعد برمی‌داریم و برش می‌زنیم. میتونیم تو دستمال کاغذی اینا هم بزنیم که روغن بشه. فقط مواظب باشیم با اون چوب چیز نخوریم. دست شما درد نکنه. حالا باید برش بزنیم بعد آخر سر باش. خب خیلی متشکرم. حالا تو این فاصله ما امتحان می‌کنیم و قطعاً چیز خوشمزه‌ای درست کردن دوست عزیزمون. با شما خداحافظی می‌کنیم تا